سلام كمسك الختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس امروزه حرف دال می باشد. برای یافتن مخرج این حرف پیش از آن الف و فتحه می گذاریم. اد. مخرج حرف دال این سری زبان را به بیخ دندانهای پیشی بالا رسانیدن است. اد. چنانه که از درسهای پیشی به ما معلوم گشت، مخرج حرف ت نیز این مخرج بود. پس فراموش نکنیم که مخرج حرف دال و مخرج حرف ت یک است. حرف دال با فتحه چنین خوانده می شود: د. با کسره چنین: دی. با ضمه چنین: دو. لبها به پیش برآورده می شوند: دو. حرف دال حرفی دو شکله بوده، تنها به حرفهای پیش از خودش پیوست می شود. حرف دال در اول چنین نوشته می شود: از بالا به پایان از خط نمی گذرد. و در بین چنین نوشته می شود: از طرف راست به طرف چپ به بالا به پایان از خط نمی گذرد. و در آخر نیز چنین نوشته می شود: از طرف راست به طرف چپ به بالا و به پایان از خط نمی گذرد. و در علاهیدگی نیز به مانندی در اول نوشته می شود. ببینید حرف دال تنها دو شکل دارد. حرف دال از جمله حرف‌های قلقله می باشد، یعنی وقتی که با سکون می آید صدا می دهد. اکنون بیایید با هم مثال ها را می خوانیم. مثال اول: دال ضمه میم سکون دوم. مثال دوم: دال ضمه با سکون دوب. حرف با در اینجا حرف قلقله می باشد، با سکون آمده است، صدا می دهد: دوب. مثال دیگر: دال ضمه ف سکون دوف. مثال دیگر: را کسره دال سکون رید. ببینید حرف دال در اینجا صدا می دهد، به سببی که با سکون آمده است، حرف قلقله است: رید. برای قلقله شدن این حرف زبان را از مخرج تیز می گیریم: رید. مثال دیگر: ز کسره دال سکون زید. مثال دیگر: قاف فتحه دال سکون قد. مثال دیگر: دال فتحه ح سکون را ضمه دهرو. مثال دیگر: دال ضمه ح سکون نون ضمه دهنو. مثال دیگر: دال ضمه لام سکون دال ضمه لام سکون دول. مثال دیگر: الف ضمه شین سکون دال ضمه دال سکون اشدود. مثال دیگر: الف کسره عین سکون تا فتحه دال فتحه لام فتحه اعتدل. مثال دیگر: یا فتحه عین سکون تا فتحه دال کسره لام ضمه یعتدلو. بیایید با هم مثال ها را باری دیگر می خوانیم. دوم دوب دوف رید زید قد دهرو دهنو دل اشدود اعتدل
یعتدلو یعتدلو. این بود پایان درس امروزه. وظیفه خانگی: قاعده، شکل‌ها و مثال‌های حرف دال را در دفتر کاری خود بنویسید. سعی و کوشش کنید تا الفبای عربی را به آسانی آموخته به قرآن خوانی شروع کنید. در آخر دعا میکنیم که خداوند به شما آسان گرداند تا خواندن کتابش را تیزتر از خود کنید و اینچنین دعا را در حق ما فراموش نکنید. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.